حال آنکه به سبب نافرمانی‌های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له گشت. مسیح جان، تو به خاطر گناه و نااطاعتی من اطاعت کردی و راه جلجتا را پیمودی. شلاق خوردی و صلیب مرا به دوش کشیدی، اما یک شنبه قیام در راه است. تاجی از خار بر سر گذاشتی. میخی که باید گناهان مرا محکوم می کرد بر دست و پاهای تو کوبیده شد، اما یک شنبه قیام در راه است. خون و آب از پهلوی تو جاری شد. قهر پدر و تاریکی آسمان مرا بر صلیب بر خود گرفتی و مصلوب گشتی، اما تمام شد. چه چیزی تمام شد؟ گناهکار بودن ما، اسارت‌ها، فقیر بودن، بیمار بودن، بیکس و تنها بودن، حقیر بودن، ضعیف بودن، بیقرار بودن، غمگین بودن، افسردگی و هر آنچه از ذات انسان سقوط کرده به ما ارث رسیده بود تمام شد. مسیح ما را نجات داد، نه فقط نجات ابدی بلکه در زندگی زمینی ما را از بدبختی و فقر و ماتم و گناه نجات داد. تمام شد بزرگترین جمله دنیاست، یعنی عیسی تمام خواست و اراده پدر را به خاطر ما روی زمین انجام داد. تمام شد، ولی یک شنبه قیام در راه است.